الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 92 از آموزش کلمة التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم رسول الله هستند. و البته در این حلقه نیز مسائلی که تعلق به آخرین شرط لا اله الا الله دارد که این شرط هفتم صحت لا اله الا الله الانقیاد است سخن خواهیم کرد. موضوع اول این کفر و شکننده ها و نواقض هایی که برای نابود شدن شرط انقیاد سبب می شود. اولین کفری که سببی نابود شدن و فقدان انقیاد هست این کفر اعراض هست. الاعراض که البته ما در حلقه های آینده بیان خواهیم کرد که این ضد انقیاد است، اعراض کردن. دومینش کفر الایباء، کفر سرکشی، والاستکبار، کبر، والامتناع، ترک عمل، والعناد، دشمنی کردن. بارک الله فیکم. پس از این فهمیده می شود که تمام مکفرات و شکننده هایی که مناطش یعنی سببش سببی کفر در وی این ترک انقیاد باشد. یعنی تمام کفریاتی که سببش نابود شدن عمل و انقیاد باشد این شکننده انقیاد است. بمانند ترک نماز و ترک فرائض ها. ترک نماز هم این نابود کننده انقیاد است. یا که ترک حکم به شریعت، ترک نمودن حکم کردن به شریعت الله و اعراض کردن از تحاکم بر قرآن و سنت، اعراض کردن از تحاکم به قرآن و سنت، اعراض کردن از عمل کردن به قرآن و سنت و التزام شدن به حکمش، این هم شکننده انقیاد است و انسان را کافر میکند. یا سومینش این است که هر کسی که گمان بکند که به یگان نفر جایز است که از دین و شریعت محمد صلی الله علیه و سلم بیرون بشود. خیلی که بعضی از صوفی ها اعتقاد دارند که وقتی که انسان به درجه اولیاگی میرسد برای اون جایز است که از شریعت بیرون شود، که البته این شکننده اسلام است و نابود کننده انقیاد است و کفر است. یا که چهارمینش استهزا کردن بر دین و به اهل دین و دشنام دادن دین و اهل دین. البته اهل دین این نابود کننده انقیاد کفری نیست بلکه این فسق است، اما دشنام دین و این در حقیقت نابود کننده و شکننده تعظیم بر دین است که بر این انقیاد پابرجا می شود. این همه عملهایی که ذکر کردیم از عملهای مکفرات و شکننده هایی که مناط کفرش، سبب کفرش بر ترک انقیاد دور می زند. ترک کردن نماز، ترک کردن حکم، استهزا بر دین، این همه. بارک الله فیکم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب صارم المسلول میگویند فالسب اهانة و استخفاف، دشنام دادن این اهانت است و حق شریعت را به جا آوردن یا که نادیده گرفتن و کم شماریدن. والانقیاد للامر اکرام و اعزاز، انقیاد کردن به امر، پابرجا بودن و عمل نمودن به امرهای الله، این اکرام کردن و
عزیز شماریدن است. و محال ان یهین القلب من قد انقاد له و خضع و استسلم او یستخف. و محال است که قلبی که انقیاد کرده باشد، تسلیم شده باشد و به امر الله سر فرود آورده باشد، دین را نادیده بگیرد و اهانت بر دین بکند. فاذا حصل في القلب استخفاف و استهانة فانه لا يكون في انقياد او استسلام. اگر در قلب استخفاف، کم شماریدن، نظرناگیری بر دین به وجود آید، اهانت بر دین به وجود آید، پس محال است که در این قلب انقیاد و استسلام به وجود آید. و پس این چنین ناممکن است که انسان انقیاد عمل رو انجام بدهد، استسلام رو انجام بدهد. و هذا بعین کفر ابلیس. و انامین میگه بعینش کفر ابلیس است. بارک الله فیکم. و مسئله دیگر و موضوع بینهایت مهم که تعلق به انقیاد دارد این است که هر کسی که اسلام آورد و لا اله الا الله را نطق کرد و گفت، اما بعد از این که لا اله الا الله محمد رسول الله را قبول کرد و گفت، بعد از این هیچ عمل را انجام نداد، آیا این انسان مرتد می شود؟ همچون مرتد به اعتبار گرفته می شود؟ یا که همچون انسانی کافر اصلی که حالا مسلمان نشده است؟ این موضوع به نهایت مهم است، زیرا که کسی که لا اله الا الله را گفت، محمد رسول الله را گفت، قبول کرد، فهمید، عمل را اصلا یگان عمل اسلامی را انجام نداد، این مسلمان نیست. خیلی که نقل کردیم اهل سنت و الجماعت انسان را کافر میگد، اما همین کافر مرتد هست، با گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شد و بعد از عمل نکردن کافر شد و مرتد شد، یا که با گفتن لا اله الا الله که بعد از این هیچ عمل نکرد اصلا مسلمان نشد. البته در این مسئله علما دو قول را ذکر نمودند، یعنی در این مسئله علمای اهل سنت و الجماعت به دو قول اختلاف کردند. قول اول، سخن اول این است که میگویند این چنین انسان، یعنی کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله را گفت، اسلام را قبول کرد و هیچ عمل را انجام نداد، گفتند که این انسان کافر است، کفرش کفر اصلی هست. خیلی که میگن یعتبر کافرا، همچون کافر به اعتبار گرفته میشد و کفرش کفر اصلی است، یعنی به گفتن لا اله الا الله مسلمان نشده است، چرا که عمل را انجام داده است. لم يدخل في الاسلام، به اسلام داخل نشده است. به اسلام چگونه؟ الصحیح الحق، به اسلام صحیح و حق داخل نشده است، چرا که اسلام صحیح حق این عمل کردن است. چرا که میگن لأن مجرد التكلم بالشهادتين والنطق بها دون الالتزام بالعمل بمقتضاها والانقياد لها والشريعة لا يدخل صاحبه في الاسلام. چرا که به مجرد یک سخن و به یک شهادتین و نطق کردن و التزام نکردن و عمل ننمودن به طلبات های این و انقیاد نکردن به شریعت، انسان را به صاحبش را به اسلام نمیدارد. و بعض علما همین قول را صحیح دانستند. این قول اول است. قول دوم گفتند هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله را بگوید و عمل نکند، این انسان را میگویند که مرتد. چرا؟ میگویند که لا اله الا الله را وقتی که گفت، محمد رسول الله را وقتی که گفت و قبول کرد و معناش را فهمید، این مسلمان شد. اما وقتی که بعد از این عمل را انجام نداد، این انسان کافر شد. پس این انسان را میگند باید به توبه کردن وادار کرده شود، مجبور کرده شود. اگر توبه نکند این حکمش قتل است. و هر دوی همین سخن را، هر دوی همین قول را در این مسئله، یعنی در مسئله که یک کس لا اله الا الله گوید، محمد رسول الله گوید، معناش را فهمد، قبول کند، اما عمل نکند، هیچ عمل را انجام ندهد، خودش را مسلمان گوید، با همین گردد، آیا مرتد است یا کافر است؟ البته چه خیلی گفتیم بعضی از علما میگن که این کافر اصلی است، ولی مسلمان نشده است، بعضی میگن که مرتد است. و هر دو این سخن را، هر دو این قول را محمد ابن عبد البر رحمه الله در کتاب تمهید و اینچنین در کتاب اختصار تمهید الاستذکار ذکر نمودند. و اینچنین ابن حجر عسقلانی در کتاب فتح الباری و شوکانی و خطابی و غیر از اینها علمای دیگر ذکر نمودند. و اینچنین ابن صلاح
یکی از محدثین ذکر نمودند در کتاب صیانه شرح مسلم، میگویند ولا نقول ما قاله بعض اصحابنا من ان من قال لا اله الا الله يحكم باسلامه. ابن صلاح که از علمای محدثین بزرگ اهل سنت و الجماعت میگویند و ما نمیگوییم مثل کسانی که گفتند، مثل بعضی از کسانی از صاحبان و دوستانمان که گفتند هر کسی که لا اله الا الله گوید به این انسان حکم اسلام داده می شود، یحکم باسلامه، حکم کرده می شود به اسلامش، ثم یجبر علی قبول سایر الاحکام، و بعد از این مجبور کرده می شود به قبول کردن دیگر باقی مانده از احکام شریعت. فإن حاصله راجع إلى أنه يجبر حينئذ على إتمام الإسلام ويجعل حكمه حكم المرتد. یعنی حاصل این قول همین است که وقتی که لا اله الا الله را کسی که گفت قبول کرد، محمد رسول الله را گفت و قبول کرد، معناش را فهمید، در این حالت این انسان را مجبور کرده می شود که عمل بکند تا که اسلامش پرره شود، و اگر عمل نکند این انسان را حکمش را حکم مرتد میگند، ان لم يفعل من غیر ان يصير بذلك مسلما في نفس الامر و في احکام الاخره. پس سخن ابن صلاح همین را دلالت میکند که ابن صلاح عقیدهشون همین است که از این سخنشون برمی آید که در کتاب صیانه در شرح صحیح مسلم آمده است. عقیده ابن صلاح در این مسئله این است که هر کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله را نطق کرد، معنیش را فهمید، قبول کرد اما عمل نکرد، پس این انسان اصلا مسلمان نشده است، این انسان کافری اصلی است. چرا که گفتن ولا نقولو، ما نمیگوییم، اعتقاد ما اینجوری نیست که بعضی ها گفتند، بعضی ها از دوستانمان گفتند که هر کسی که لا اله الا الله میگه حکمش رو به اسلام کرده میشد. معناش این که ابن صلاح میگن که ما هر کسی که لا اله الا الله گفت و عمل نکرد حکمش رو به اسلام نمیدیم. پس البته در این مسئله دو قول است و امر واسع هست. مرتد گویت هم علما وجود دارند، کافر گویت هم علما وجود دارند، لیکن بسیاری از علما چخیلی که میبینیم در اینجا این کافری اصلی را قبول کردند، همچون کافری اصلی قبول کردند. بارک الله فیکم. و با همین این مسئله به پایان رسید. مسئله دیگر که تعلق به انقیاد دارد این است که منع کننده های انقیاد، چی چیزها میتواند که انقیاد را، عمل کردن شریعت را از شما باز دارد؟ چی چیز میتواند که شما را باز دارد که شما عمل نکنید؟ اولینش جهل است و ضعیف بودن علم است و ضعف داشتن در شناخت شریعت و عمل است. در حقیقت هر کسی که جاهل است، هر کسی که معرفتش نسبت عمل، نسبت شریعت ضعیف است، میتواند که انقیاد را ترک بکند یا که جزئی از انقیاد را ترک کند، عملش ضعیف باشد، چرا که سبب اساسی جهل است، نادانی است. دومین منع کننده های انقیاد این است که علما میگن عدم الاهلیه. عدم الاهلیه همین است که در بعض حالت می شود که انسان حقیقت رو میفهمد، معرفهش کامل می شود، اما قلبش اهل عملی انقیاد نیست. این انسان به مانند یک زمینی خشک است که از آب استفاده نمی برد، آب را به خودش می کشد اما هیچ گیاه نمی دهد. این انسان به مانند همین زمین است، یعنی حقیقت را می فهمد اما هیچ عملی انجام نمی دهد. این چنین انسان ها قلبشان قلبی سنگین است و قاسی و غلیظ است، خشک است که عمل نمی کند. و سومین چیزهایی که منع کننده انقیاد است این حسد و کبر. حسد و کبر در حقیقت حسد و کبر انسان را از عمل کردن باز می دارد و همین حسد و کبر شیطان را از عمل و از انقیاد به امر الله سبحانه و تعالی باز داشته است. وقتی که الله گفت سجده بکنید، فسجدوا له الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. الله گفت سجده بکنید به آدم، یعنی به قدرت الله،
همه سجده کردند مگرم ابلیس ابا سرکشی کرد و استکبر کبر و تکبری کرد و از جمله کافران شد. و در دیگر آیات اومده است که سبب کبرش این بود که الله میگوید خلقتنی من نار و خلقته من طین و خلقته من طین، مرا از آتش آفریدی و را از یک خاکی که بعد از این باطلاق شده است و بویناک شده است آفریدی. یعنی شیطان خودش را بالا حس کرد و بعد از این حسد کرد به درجه آدم علیه السلام و از همین جهت رانده از درگاه الهی شد و کافر شد. و همین حسد سببی کسلی تمام امتهای پیش گذشته است، از اهل کتاب، از یهود و از نصارا. از سبب حسد بسیار به عملهای کفری دست دادند و این چنین از سبب تکبر و این چنین به مانند ابو جهل و دیگر باقی مانده از مشرکین، هم اشان میدونستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا که اکثرشان میدونستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم صادق است، راست میگوید، درست است، اما کبر و حسد اونها را نگذاشت که انقیاد بکنند. انقیاد یعنی عمل بکنند، پیرو بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بشوند. بارک الله فیکم. چهارمین منع کننده انقیاد این ملک و ریاست، منصب، پول و مال و دنیا و بایگری و منصب. سبحان الله. این انسان حسد ندارد، کبر ندارد که از انقیاد منعش کند، اما به خاطر ملکش و به خاطر کرسیش، ریاستش، از انقیاد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دست میکشد. می ترسد که وقتی که رسول الله را قبول کرد و به رسول الله انقیاد کرد، این ریاستش، کرسیش، مال و ملکش از دستش می رود. بسیاری از مرتدان، کافران، منافقان به همین خاطر انقیاد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را نکرده اند، عمل به شریعت نکرده اند، سر فرود نآورده اند، اطاعت نکرده اند. اولین کافر اصلی به مانند هرقل، پادشاه روم، که وقتی که نامه از جانب الله رفت، فهمید که رسول الله حق است، قبول کرد که حق است، اما انقیاد کرده نتوانست، از ملکش ترسید و این معروف است. خیلی که در حدیث بخاری آمده است در باب ایمان. و بسیاری از پادشاه‌های کافر، آنانی که دانستند که رسول الله حق است و باطناً اقرار کردند، چگونه که هرقل باطناً اقرار کرد که رسول الله حق است و دوست داشتند که به همین دین داخل شوند، حرکت کردند، دوست داشتند، اما ترسیدند از ملکشان. پس این به نهایت مریضی و کسلی و داعی سخت است برای کسانی که ملک دارند، ولایت دارند، ریاست دارند، و کم کسانی از این گروه انسان ها نجات می‌یابند. بارک الله فیکم. و همین مریضی و داع، ریاست و ملک، این فرعون را از انقیاد کردن از اطاعت موسی علیه السلام باز داشت. بارک الله فیکم. یعنی فرعون هم ملک داشت، ریاست داشت، همین ملکش و ریاستش از انقیاد باز داشت و اینچنین کبر هم داشت. بارک الله فیکم. پنجمین منع کننده انقیاد، یعنی پنجمین عملی که یا چیزی که انسان را از عمل می‌دارد، از انقیاد کردن شریعت می‌دارد، این شهوت است و مال است. و انمین سبب و انمین منع کننده، شهوت و مال، بسیاری از انسان‌ها را باز داشته است و اینچنین بسیاری از اهل کتاب را از ایمان آوردن باز داشته است. اهل کتاب اکثرشون فهمیدن که رسول اکرم صلی الله علیه و آله حقاً، در زمان رسول الله هم، امروز هم بعضیشون میفهمند، اما از سبب ترس که وقتی که اسلام رو قبول کردن بسیاری از این درآمدهایشان، پولهایشان نابود می شود، می ترسند که
شریعت مثلا پرسنت رو حرام میکند، مال حرام رو منع میکند و غیر ذلك. پول رو از زنا در آمدنش رو، پول رو از چیزهای حرام در آمدنش رو، از شراب فروشی، از نشه و غیره همه رو حرام میکرد. از این جهت میترسم از او. و ششمی سببی که انسان را از انقیاد باز می‌دارد، این محبت اهل و عیال، محبت خویش و تبار و دوستان و اقارب، نزدیکان. از سبب اینکه بعضی انسان ها خویش و تبار، اهل و عائله، فرزند و زن و مادر و پدر را دوست می‌دارند، انقیاد، عمل کردن به شریعت را ترک کردند. چرا که وقتی که عمل کردند، شاید همین عمل سبب شود که از خویش تبارشان جدا شود. چگونه ای که امروز بسیاری از مؤمنین به خاطر عملشان و به خاطر قبول کردن توحید، عمل نمودن به سنت، به تهمت گرفتار شده اند و از اهل و عائله خود، از منطقه خود، خویش تبار خود دورند، جدایند. اما بعضی انسان ها خویش تبار را پیش از دین گرفتند. اما حق اینجاست که باید دین را پیش از خویش و تبار رو از همه انسان ها بگیرید. خیلی که ما در مسئله پنجمین شرط صحت لا اله الا الله المحبه بیان نمودیم که ضدش بغض و کره است. هفتمین سببی که انقیاد و عمل کردن را نابود میکند، این دوست داشتن و محبت وطن، محبت خانه و جایی که منطقه‌ای که دارید. این در حقیقت انسان وقتی که وطنش را دوست می‌دارد، همون دیهه، همون خانه سرزمین خود را سخت دوست می‌دارد، از عمل کردن دست می‌کشد. چرا؟ خصوصا در همین زمان فتنه اگر عمل به سنت بکنید، باید از این وطن کفری مرتدی بیرون شوید. چرا که اگر بیرون نشدید، عمل کرده شما به اذیت‌های سخت گرفتار می‌شوید یا که انیقش به حبس می‌روید. برای همین بعضی انسان ها به خاطر اینکه نمیخواهند که از همین دههشون بیرون شوند، از همین خانهشون بیرون شوند، از همین وطن طاغوتیشون بیرون شوند، به خاطر دوستداری همین وطن عمل رو ترک میکنند. اختیار است، یا عمل میکنی یا که وطن رو ترک میکنی. اونها میگن ما عمل نمیکنیم، وطن رو اختیار کردند، که همین دوستداری وطن و دوستداری خانه و جایی که در همین جا زندگی میکنند انقیاد رو نابود میکند. هشتمین سبب این است که بعضی از انسان ها گمان میکنند که وقتی که انسان پیروی به سنت رسول الله میکند، پیروی به قرآن میکند، عمل پابرجا در عمل میستد، این سبب میشود که اذیت کشد، آزار کشد و از نزد مردم طعنه ها بیاید، یا که پدر و مادرش را، دین پدر و مادرش را ترک کند. یعنی بعضی انسان ها وقتی که حدیث رو میرسونید، قرآن رو میرسونید، چی میگند؟ این سخن شما مخالف پدرای ما است، مخالف عملی بابای ما است، ما برای همین سخن شما رو قبول نمیکنیم. امروز در تاجیکستان این سخن زیاد است، میگن ملاهای نو پیدا شده، باباهای ما مگر نمیدانست؟ چه خیلی که در قرآن آمده است. اجداد مشرکا به پیامبر میگفتند که ما در دین باباهای ما هستیم، تو آمدی دین باباهای ما رو ویران میکنی. امروز هم همین خیر است، ملاهای نو پیدا شده میگند و غیر و غیره. انمین سبب میشود که انسان از عمل کردن، از انقیاد، از دین دور شود. چه که ابو طالب و امثال ابو طالب کسانی بودند که حقیقت اسلام را فهمیدند، اما چرا انقیاد، عمل به اسلام نکردند؟ چرا که اونها گمان کرد، به خصوص ابو طالب گمان کرد که وقتی که اسلام را قبول میکند، گویا که پدر و مادر و گذشته ها باباهایش را طعنه زده است، نظرناگری در حق اونها کرده است. چه که در بیت اومده است که خودی ابو طالب میگوید: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حضر مثبت لوجدتني سمحا بذاك مطيعه. به تحقیق فهمیدم که البته دین محمد از بهترین دین های این زمین دنیاست. اگر ملامت و حذر سبب نمیشد، مرا در میافتی که حتما به همین دین محمد مطابقت میشدم. یعنی ترسید که وقتی که به دین محمد میدراید، مردم میگن که تو دین بابایت،
دین گذشتگان را ترک کرده این ملامت میکردند. و نهمین سببی که سبب می شود، نهمین چیزی که سبب می شود که انسان متابعت را، انقیاد و عمل را ترک نماید، این است که الفت و عادت و تقلید. انسان کورکورانه تقلید میکند به یک کسی دیگر، به اولیاء است یا به ایشان است یا به یگان ملا. اینقدر سخت این تقلید میکند، اینقدر سخت به همون الفت و دوستی میکند که وقتی که قرآن و سنت آمد دست میکشد و عمل نمی نماید. و البته همه این چیز سبب میشود که انسان از انقیاد دست کشد. بارک الله فیکم. و این بود مسائل هایی که به شما بیان کردیم و در حلقه های آینده ان شاء الله باز باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط